بدترین زن همون زنی است که در گرد خودش صدها مرد جمع میکنه و همین 100 مرد در مورد همین یک زن صحبت میکنن. وای بر حال این گونه مردان بی غیرت و وای بر حال همین گونه زنی که صدها مرد دیگر به گناه میکشونه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند و خودپسند و متکبر هستند. آنها منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. روایت بیهقی. یک زن در افیر میبروید 100 مرد در گرد خودش جمع میکنه و همین 100 مرد همین یک نفر زن ابسوجدت میکنن میشینن. وای بر حال چنین مردانی بی غیرت و وای بر حال چنین زنی بی حیا و بی شرم.